حالتون خوب باشه. امروز اومدیم به یه مراسمی هست واسه کردای توی ایتالیا که پر از رقص و موزیک کردیه و به اضافه آتیشبازی که خیلی به نظر من میتونه جالب باشه. بریم ببینیم چجوریه. Let's go. در رو سال نو سعی میکنیم جشن بگیریم با کمیونیتی‌های مختلف، با افغان‌ها، ایرانی‌ها، کردها و مجامع دیگه‌ای که جشن نوروز رو برگزار میکنن از دیگر کشورها. اینجا یه مرکز فرهنگی است برای کردهای ترکیه اکثرا که اینجا جمع میشن و برنامه‌هایشون رو برنامه‌ریزی میکنن و یه جشن نوروز هم برگزار میکنن که همه شهر رو دعوت میکنن، افراد میتونن بیان تو این برنامه شرکت کنن، غذا بخورن، دور آتیش برقصن با تون موسیقی کردی و یه شب سال نو و رسیدن بهار رو جشن بگیرن. Concerto, una sala da concerto, poi c'è stato Natale, no? Francesca, ai libri. Sì, sono andate, due sono andate là, سراسر کردستان در نوروزانده بکراسی کسک و سور و زرد خدمه لگلد و باجارا لدشت و چیای کردستان آگری نوروزی بلند بود ده سال نودیده ایدی نوروز بروحی سرهندان انداده بود بچه الان میخوان آتیش رو روشن کنن. یه حوادث خوشی کفشش آتیش گرفت. وای
همه منتظریم که اینجا رو روشن کنن. ولی خب خودشون آتیش گرفتن. بچه‌ها یه چیز خیلی بامزه که من متوجه شدم راجع به ایتالیایی‌ها اینه که توی مراسم‌های کشورهای دیگه، قومیت‌های دیگه، ملیت‌های دیگه وقتی که شرکت میکنن خیلی راحت بهشون جوین میشن و اصلا هم نمایشی نیست، واقعا این کار رو از سر ذوق و علاقه میکنن، میان وسط میرقصن، غذاشون رو تست میکنن، راجع به مزه ها نظر میدن، خیلی براشون همه چی جدید و جذابه و این تجربه های جدید رو خیلی دوست دارن و خلاصه همین دیگه خیلی بامزه است. مثلا اون جشن نوروز افغانا که رفته بودیم تا لحظه آخر ایتالیایی‌ها وسط بودن، خیلی از ایرانی‌ها و افغانا رفته بودن ولی ایتالیایی‌ها همچنان وسط داشتن میرقصیدن. بعد سعی می‌کردن مثل خودمون برقصن، مثل افغانا برقصن، خیلی کیوت بود. Get back to the ceremony.